سلام، به کانال خودتون خوش اومدین. من دری هستم. میخوام اولین ویدیومو با یه ولاگ ترسناک شروع کنم و برای شروع این ویدیو اومدیم به یکی از ترسناک ترین مناطق خودمون. حالا اینجا کجاست؟ یه جا خیلی خیلی دور. خب برای آشنایی بهتر با فضای ویدیومون میخوام اینجا روی این دیوار قراره یه اسپری بزنیم به عنوان یادگاری. من قراره هر ولاگ ترسناکی که بگیرم یادگاریش نشون بدم. اینجا چیه؟ این یه استخره. این استخر قبلا واسه ذخیره آب استفاده می‌شده. تو باغ هم الان استفاده میشه. جایی که آب نیست یا لوله کشی نیست میان اینجا پر آب میکنن که بعدا مشکلی پیش نیاد واسه آب. حالا راه میافتیم تا بریم ببینیم چی میشه. بگی قطعش کن دیگه. خب حالا اینجا برای چه ترسناک؟ شاید مثلا به نظرتون یک حالا این فضا یکم داره که زیادم ترسناک نباشه، ولی قسمت ترسناکش اینجاست. با من بیاین. قسمت ترسناکی که هست دقیقا همینجاست. نشون بده. نور بنداز. حالا باید بریم پایین. ویدیو رو استاپ میکنم تا بریم پایین. خب اینجا برای چی ترسناکه؟ اولین چیزی که میخوام بهتون بگم کف اینجا رو کامل غیر. من اولین بار که اومدم فکر می‌کردم الان مثلا آب یا اینطوری کثیف شده، ولی اینطوری اومدم دیدم غیره که خوشه که تو تابستون دوباره همون حالت آبکشون میگیره. حالا چیز بعدی که میخوام بهتون نشون بدم اینجاست. نور رو بگیر. اینجا یه سری استخونه که خیلی فضا رو ترسید. بار اول که اومدیم یه صدایی هم اومد خیلی ترسید. دیگه از اون موقع نیومدیم اینجا. ولی الان میخوام کامل بهتون اینجا نشون بدم. بیا کن. حالا تو راه باز استخونه‌ای داریم اینجا نشون بدم. استخونه‌های مختلف. حالا چطوری اومده رو نمیدونم. اینجا باز دو استخونه. اینجا هم باز استخونه. اینجا باز دیگه ستون فقرات نمیشه. حالا مهمترین استخونی که من تا الان اینجا دیدم خیلی هم عجیبه این استخونه. شبیه سگ هست ولی سگ نیست. نگاه کنید. بیا جلو. این انداختنش این داخل حقیرم رفت انداختن توش. دیگه حالا خودتون میدونید چه جوری برای این. یه از بگه اینجا دیگه این بطری هم خیره. الان دیگه ثابت شده اینجا فضاش خیره. این بطری اینجا بود کنده میشه. خب حالا میریم به گل سبزمه اینجا. این آب الان شب شده. من این رنگش تو روز قرمزه. حالا مثلا بچه‌ای که میان اینجا بهش میگن این آب خونه. آب مثلا این حیوان انداختن توش خونه. عمقش هم معلوم نیست چقدر. مثلا روی سنگ میزنه. سنگ اینو در میاد. صداش هم نمیاد اصلا بخوره به ترشیه چیزی. عمقش نامعلومه ولی یه روز حتما میام عمقش رو میبینم چقدر. الان چه شادی که دیگه نمیشه. بله قدش نمیشه. خب من برای پایان هر ویدیو ولاگ ترسناک اگه دیواری باشه میام نقاشی کانالمون رو میگیرم. حالا نقاشی گیرش نیست چی میگم؟ میذاریمش زیر ویدیو میذاریمش. و بار اولم حالا اگه بد کشیدم مسخره نکنید کامل. خب غیر از نقش این هم درای